اگر که از تاریخ رو وارد میگد که اینجا 30 دهه بودگی، برای همین 30 دهه حاضر زیده شده است. اکنون 92 میدرم حساب سالی اسب والله حساب کردم دادن اکنون 92 میدرم. این بچه من یا پروردگار یکو لایق دیده است یا یکو چیزی من حاضر در کوه میبرم میرم کلداونی میکنم 92. فهمیدی؟ قوان نباشم میکنم همین قوتم همین سیندم بچم همین کسل بیمار در من نیست همون بچگی من نه درونم کسل نه بیرونم کسل همین چه خیلی که بچگی من سما خیلی من از جماعت زیده 326 نفر در جنگ بزرگ وطنی شروع کردند. از همین 60 نفر به وطن برگشتند که از هر دهه مگر همین دهه خورده که ما 32 نفر در همین جنگ شروع کردند که حاضر همه آنها در قید حیات نیستند و یک نفر از دهه کلان و در قید جوریف احمد در قید حیات می باشد. بهاری دیده بهار آمد دیده گل پوش آمد دل ما بچه ها در جوش آمد دویدیم و به کوه و دشت رسیدیم از آن گل های نوروزی بچیدیم که بلبل نشسته شاخه گل به گوشت می رسید آواز بلبل بهار آمد دیده گل پوش آمد دل ما بچه ها در جوش آمد دیده که جنتی روی زمین است همه جایش از گنج و نگین است که هر یک قطره آبی روانش شفا بخشنده و درمان جان است بهار آمد دیده گل پوش آمد دل ما بچه ها در جوش آمد بیا که سیر این دشت و دمن کن که شکر این دیار رو هموطن کن بیا دهقان که وقتی کشت کار شد که وقتی فیض و گنج پرثمر شد بهار آمد دیده گل پوش آمد دل ما بچه ها در جوش آمد ای دریا جاله میا نی دریا جاله ای بیش که سری چنا ری 50 سال جانه ای بیش که سری چنار ای افگارم کرده ای عشقی دختری مردم به این حالم کرده کفترکی سفید در جردیدم هم مثل تو دختر به وفا کم دیدم
از تحتی دلت در آمده سنجیدم هی آخر کی تو به وفا بوده فهمیدم هی آخر کی تو به وفا بوده فهمیدم در مؤسسه 73 نفر خواننده تحصیل کرده استوده است و 10 نفر آموزگار با آنها درس میگویند. روشدن همه اسبابون من از بابیام از اولادان گذاشتم دیگه من اینش کاولچا برای گرفتن ماسکا وای فهمیدی برای دو جرقات برداشتن ماسکا اینش برای همون چراغسوز وای کردن همه اسبابو چراغسوز این همین نشانه ها انا همین برای همین استفاده بردن همین نوعی و این مونده میشود بعد وقتی میشود دو کشیده میشود این همه اسباب استرمین همش برای همین نوع من اینجا با چختای مو چخت روشی ران همین هم حسابی همه گذاشتگی همونه روشدن چخت این برای بند استفاده برده میشود برای کشیدن علف کبدیزی من این برای مثلا شکل پیش من این برای تیار کردن این برای دوغ گرفتن این برای ماسکه را گرفتن در بالوش همون ماسکه گرفته در بالای همین جمع کرده دوغش کمتر میگیرند و بعد همین که گرفته میمونه ولی که برای در وطن ما که سخنستان است برف بسیار میگذرد برای همین برای تازه کردن بونگو برف من بالا بوم که میبینید در زمستان یک بردن ممکن که تا 70-80 سانتی متر برف میبرد ما با قوای خود با همین بیل همین فشار خانه بالای بوم همه چیزا را و همین چیز میرویم برف قشلاق ما یکی از تاریخ ترین گویم که دیه ها به حساب می رود در اینجا نه اینقدر اهالی بسیار است فقط تاریخش همون که وقتی که ما خرد بودیم پدرای ما بیبیای ما صفت میکردن که زمستان آمده بر حصار میرفتن زندگی میکردن و بهار همچون علاقه بهاری آمده در همجا زندگی میکردن تا تیر ما این ممکن که 300 سال 400 سال باشد
هنوز چیدم جلو از سن 12 پدرامون عسکری بردن. اما که من دو کس بودن رفت و جنگ تمام کرد. پدرمون گشت اومد 1 سال شد همینجا 44 قضا کرد. ما 7 صغیره موندیم. 7 صغیره همینجا موندیم. بعد پدر جلو بود که جنگ بزرگی وطنی گویا که سر شد، اوج گرفت. همه را بردن. همه قشلاق جلو 4 تا مسافر موند. من باوی هم اینا موند. 4 کسی دیگه موند. هوا جفت میکردم ما کلان میدادیم. سند 12 برو آوردن. ما نون نمیدیدیم. نون نبود. فقط خوراک ما قاقوف، علف، تارون، چکری، کینگ میگن دیم دره میرفتیم میچیندیم میاردیم بخونیم. نون نبود در جنگ بزرگ وطنی. با مجبور میکردن که 2 کیلو پشت، 2 کیلو روغن، 3 تخم، 2 پوست مرده اگوجا میابید به طلبه میخری میاریم میتی. هر سال با همین 4 انروز 5 انروز روی میکردیم. انا جلو تا سال 45 ما گویا که خیلی بایده جمیدیم بود که یک جنگ تمام شد. جنگ تمام شد. همون روز دادن دوشنبه ده بودیم. همون روز نون در دوشنبه خلص شد. روز دیگه چه از جنگ خلیب دوشنبه پول پر شد. خلیب که در دوشنبه نون میشنیدی. ای چنبل اولیا دادی ای گروغلی پاچا ای چلتا شای بگلر دادی ای اولی کنکوزر وقتی بود شریانی سحر دادی چلشا آمد در سلام دستا پیشی بر علیف لان دادی اومد و رلی خان بچه عوضی پلوان هفکا کرد در آبی تیلا زبنده شهری او پاچو 80 دختری گل شرم و عاشقی هست نورعلی خان نورعلی امروزه هست بچه عوض خان 6 در کفتی امری سلطان امیری گو اولیا عرضه دارونگو بابا عرضی منه بپرس بگو گبزن شری پدر بمرون در کلای زر در من هستی بچنگو امروز دولتی سر در من بوده دعای سفر بوده قیدی گو پپر یک تن شباب و قلن در گردم در جلو در خیبر ای دادی این کسب جوره بابامون ما را گلغری خان بود. بابامون کوچکشان لای میگفتم و قشلاق کلون بود. گویا که تقایی گویا آچمون همه اومد جوره یک وقت همه خونه ما او بالا ده بدیم قشلاق ده بدیم. اینا نوشیدن همه قشلاق همه 4 تا هم زیج بودن. همون جا اومد گلغری او وقت گلغری خان می اومد قشلاق همه تر بچه شب زنکام لغت میکردن میبردن. آقای چی نبود، نه رادیو بود نه این بود نه وای بود. همه گلغری خان بود و یک تن اینتا دکتر خونه با خیلی پلکی واری. انا جوره همون جا رفت خلق لغت کرد به منم بیخه که دیوار دادم تا ششتگی انا میخبدم ده همینم خیلی کلون ترک. همون نیویره ما گفت اینجا بیار
آن خب بینی داشت برای لایش میگفتن آدم لای آن جورا من گفتم کسب درمین میسپارم بعد در سر زانش گرفت و خونده که بود در دهن توف کرد خاک آدم نمید که هم خیلی کرد بعد جورا توفش پرت افتاد میمری گفت توفی من میخری بینی من قپیده با توف کرد من توفش خورد و مجبور شدم مخی بعد گفت که برادرها آمین گوید ما به کسب درمین نویره سپاریدیم مسکو رفتم پر مسکو یکم کردود 17 دولت جهانی بود ما چی فستیوال عمومی جهانی بود در ایستادیم جورا گشتیم اومدیم 2 روز به خونه بودم که با تلفن کردن بابا حاتم خیبیا ترمنسور میپرید همینجا جورا من رفتم گویا که بیگه ترمنسور چی مسکو پریدیم مسکو در ساعت 1 شافر بدیم اونجا تب تیار همه اپازال میکنه که بالیسوار اونجا سبشیر دیده بالیسوار که همه آدما اپازال میکنن همه جورا با 1 شب پریدیم 3 ساعت ترمنسور رفتیم اونجا رفتیم خواهی پیشوازگیرها تب تیارم تاجیکستان کیای من هم گفتیم که ماشین میگیره تا بره 8 روز در ترمنسور ایستادیم جورا ترمنسور هم جورا یکم کردیم 8 گلغری خانش ایستاد با من گفتن که بیام اینا در بی با یک دست خوندن خواهی اون نمیگل 8 ایستادم بعد من یک خون کردم 3-4 دقیقه خوندم من گفتم تئاتر در بخونم حکم بچه من جای تعلیم نه در تئاتر بردن تو تا بالکن رو رست یادم زمین در جان نمیوی یکم گفتن گلغری خان تاجیکستان میبره یکم خونجا 17 دولت هست گودون گلغری خان بطورشون 17 دولت و فستیوال عمومی جهانی بوده است انا جورا بعد اومدیم دوستا جور کردیم اومدیم راه نمیام گذارم بعد اما یک تاجیک با قطیم و خرید داد با مجرد سر زدم الله اکبر خیست خلق همه خدا یکی بده که قرصه کشید خود با وایمه گرفت قلب خود ما گم کردم باید نیم چند هزار آدم در اونجا درباره است باید حساب بگید عموما اگر درباره قشلاق ما گوییم این یک قشلاقچه عجب یک زیبا و یک خوشنما است عموما بسیارتر مردم صنعتکار مردم کین استودیا تلی استودیا همیشه مال با این قشلاق با ما بسیار همکاری زیج دارند چی نوار که نباشد چی فیلمی که نباشد عموما بسیارترش در همین قشلاق ما ثبت شده است به نوار گرفته می شود. بیشتر فیلم هایی که در این دیوار گرفته می شود در همین جا در همین خاندان فیلم بسیار یک درباره سرگذشت یک افیسری که در افغانستان می افتد در همین جا گرفته می شود نام و فیلم تارا بارا می باشد. همین کنار اومده که بچه هم بچه قشلاق ما دست سیاه کشیده که پیشترها در جای نام میدن با پدر این خیلی که کسر بچه شید خیلی 2-3 سال با اینجا اومدم انا جورا اکل نمیدونم با این سال بیان نبیان همه فیلم ها من هستم پیراهن سفید هستم چند تا هستم پیراهن سفید میدونی چیه و کنار افغانستان بود یا دختر میدوزیدن که ما را به گرانت دختر زد مردیم من در اما باسمچی ها گلغری خونی داشتم که گرانت زدم اما دختر زد یا دو خیست گویا که با حساب برده
با شهر رفتن با سقیرهای شهر چی میگن بابا تو را کشتن با اجازه زنده چیدی بابا تو کشتن با دخترها زنده من کردم بچه در همین فیلم دویمی که این هم استحصال روسیه می باشد فیلم سرباز یا که افیسر و چند ساله گرفته بود در همین بالای بام در اینجا اگر گوییم بسیار صنعتکاران بزرگ تاجیک در اینجا قدم نهادند و بسیار فیلم ها گرفتند. از این گیریم اکای سلطان مراد، اکای تورخان، اکای اسلام شاه. آخران فیلمی که در اینجا با همراهی پدر من گرفتند این فیلم آوارگر بود. سلام علیکم. نازی تنجی سوزی درسته تنجی مصطفی سوزی تنجی سلامتی و سوز کارو تنج زندگی و ناس خوش آمدن. انا همین مردم به همه فیلم ها به همه سرگذشته که در این دیار می شود همه وابستگی زیج دارند. من همه فیلم ها تاجیک فیلم بسیارترش که در همینجا میگذرد برای همه مردم ما با آنها سر و کار بیش دارند. Эй, люди! Трудитесь и живите спокойно! همه چیزی که در اینجا میبینید بسیارتر محل همه چیز یک چیزی که طبیعتاً آفریده است برای کینو برای همه گویم که صنعت ملت تاجیک چخیل دوره پیش بود تا حاضر باقی مانده است برای همه بیشتر فیلم ها در همینجا گرفته می شود. در دنیای کینایی که اگر که ما اروپا را گیریم رایام چیزا میسازند نه که در خود ما در من قشلاق این چیزی تیار است. مرحمت کسی که بیاد برای اینجا یگان کمبودی نیست میخواد که فیلم گیرد یا که یگان کلیپ کند این برای ما همیشه محل تیار است. در اینجا یک چشمه خوبی است. این چشمه همین قشلاق است. در همینجا شکلی که پیش من گفتم شادروان استاد ظفر ناظم آخران باری که در روبر گنجینه بودند در همین پیش چشمه کلیپ دختری بچه همسایه میگم بازو بندم را بده همسایه میگم بازو بندش را بده بچه همسایه میگم بازو بندش را بده بازو بند و گوشوار بازو بندش را بده. انا در همینجا تولد یافته است. همین کلیپ در همینجا گرفته شده است که این عموما اگر که از برای استادا گپ زنیم این یک چیزی تاریخاً یک چیزی که یک عمر در خاطر همین دیار قشلاق مانده است. کسی که همینجا میبود همین چیز در خاطر میرسد. چشمه دهه آب خیرف همین چیز نام گرفته است. انا این چشمه برای زمستان ما آبش اینجا گرفته میستند. گاو و گوسفند و همونا آمده زمستان از اینجا آب گرمی تازه و شیرین استفاده میبرند. این برای زمستان گرفتن آب است. ما کبگانم زیبند دیراغ آمدم لب تشنه شدم خوردن نیاب آمدم اینه تشنه و نه گشنه اینه خوردن یا
دلگیر شدم یارا سراغ آمده می. گل گفت تماشای جهان آمده‌یم ای جوری جوانارا به داد آمده‌یم ای من را نکنید مانید که من سیل کنم من هم با تماشای جهان آمده‌ام خوراک ملی اساسی مردم زیده این هست بلماق که همین پگاهی ما یک جا نوش جان کردیم. دویم که این خیلی قروتاب است. قروتاب هر یک قشلاق من همینجا اگر که 7 پارچه قشلاق باشه هر یک قشلاق به خودش همون قروتابی خودش میکنه. چنگالی ما میگیم. چنگالی این هم یک چیزی عموما چیزی همین خوراک ملی همین مردم زیده میباشه. قشلاق ما قشلاق این هم وابستگی به آب و هوا و به برف وابستگی داشته باشد. این میشد آبی خیرف. بچه ها من آمین شما آمین گوه مملکتی ما بچه مملکتی یک گویا که بیهوده شد رفت. رحمت به پرزیدنتی ما مملکتی ما را کر آرام. رحمت به شیر حلال مادرش و به پشت پاکی کمری پدرش. سه نام امام ولی رحمان در بالا خطی از قرآن. و خداداد آدم پروردگار باطیت شه پروردگار زینه به زینه بالا شود مملکت تاجیکستان آرام شود همه وقتی ما خوش شود مثل که دستارخونه ما کلون شود فرزندان ما خرسند باشه ما شما همه خرسند باشه پروردگار پیشگاش کشاده کنه حتی خدا مددگار شود. الله اکبر.
ای